یه مرد که به اعدام محکوم شده بود قبل از مرگش یه درخواست داشت. یه مداد و یه کاغذ. سکوت سنگینی فضای سلول رو پر کرده بود. مرد شروع به نوشتن کرد. چند دقیقه بعد نامه رو به نگهبان داد و بهش گفت لطفاً اینو برسون به مادرم. توی اون نامه نوشته بود مامان، اگه عدالت واقعاً اجرا میشد تو هم باید مجازات میشدی. یادت هست وقتی دوچرخه دوستم رو دزدیدم به جای اینکه دعوام کنی کمکم کردی قایمش کنم؟ یا وقتی از همسایمون پول کش رفتم و باهام اومدی تا خرجش کنیم؟ یادت هست وقتی بابا سعی کرد یادم بده چی درسته و چی غلط گفتی زیادی سختگیره؟ من بچه بودم، به حد و مرز نیاز داشتم، نه به حمایتی که اشتباهاتمو بزرگتر کنه. و حالا من اینجام و دارم تاوان اون اشتباها رو میدم. ولی مامان، من تو رو بخشیدم. فقط امیدوارم این نامه به دست خیلی از والدین برسه تا بفهمن گاهی نه گفتن به یه بچه بزرگترین نشونه عشقه. پدر و مادر بودن فقط به معنی بله گفتن نیست، یعنی ساختن شخصیت بچه و یاد دادن درست از غلط. در صفحه ما محتوایی هست که کمکت میکنه هر روز 1% بهتر بشی. بهمون ملحق شو.